اگه شما از اون دست آدمایی هستید که میگید گل و گیاه به دستم نمیاد، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام، سید جواد واجدی هستم، کارشناس ارشد کشاورزی و مدرس دانشگاه. ما به شما در مثل گرین میخوایم ثابت کنیم که این جمله از بیخ و بن نادرسته. اول اینکه ناامید نشید. شما گل و گیاهتون رو دارید از گلخونه‌ای می‌خرید که تمام فاکتورهای رشد و شرایط رشد برای گیاه به صورت مبالغه‌آمیزی در اختیار گیاهه، مثل نور، تهویه، رطوبت، دما و تغذیه مناسب. ما به شما یاد میدیم که چجوری این فاکتورها رو تو خونه برای خودتون نگه دارید و دیگه نگید گل و گیاه به دستم نمیاد. دوم اینکه از درخت گلابی توقع موز نداشته باش. گل و گیاهی که تو شرایط شمال رشد کرده رو میای برای منطقه مرکزی ایران میخری، خب همه گل و گیاهی نخر و این شرایط باعث میشه که گل و گیاه زودتر از بین بره. و سوم این که اگر تجربه نگهداری گل و گیاه نداری، سعی کن از گیاهای مقاوم و سازگار و کم توقع‌تر شروع کنید. تو کپشن بهتون گفتم چه گیاهایی مناسبه. پس سعی کن که آموزش ها رو دنبال کنی و با یادگیری نگهداری گل و گیاه از خودت ناامید نشی. ممنون که حمایتمون میکنی.